چند سالتونه؟ من 19 سالمه. شما 19 سالته؟ 19 سال دوررنگ، چون اگه شما 19 سالت باشه من دیروز به دنیا اومدم. به نظرتون مهریه رو باید گرفت؟ بله حقمه. حق چیتونه؟ حق زناشوییه. مگه اول کاری به فکر طلاقی؟ هنوز کسی نگرفتته. امیدوارم به خواب هیچ کس نیایی، چه برسه به زندگیش. بالاخره طرف با یه دختر ویرجین و آفتاب مهتاب ندیده وارد رابطه شده. ویرجین یعنی همون پلمپ کارخونه؟ بعید میدونم، ولی آفتاب و مهتاب نه تنها دیدی بلکه سیارات، کرات، باغات، ویلاها هم دیدی. بعد به نظرتون مهریه باید چند تا باشه؟ اندازه سالم باید باشه. 1353 تا، درسته؟ دور رنگ خشدار ساختاری شده. یعنی 19 تا. 1383. اب نداره. 1383 گیه خر ماده جهنم و زرن قابل شما نداره. به نظرتون یکم زیاد نه برای چی زیاد باشه آقا؟ کم هم هست تازه. تو تازه باید پولم بدی که کسی قبولت کنه. پولم میخوای؟ واقعا منو نمیبینی؟ چرا؟ من دیدم نماز وحشت خوندم، حالا بقیه رو من نمیدونم. این همه هزینه خودم کردم، واقعا با مهریه کم برم وارد زندگی بشم؟ مگه میخوای خودتو بفروشی با مهریه کم وارد زندگیش بشن؟ کی خواست تو وارد زندگیش بشی؟ تازه باید سایز پاشم بزرگ باشه. سایز پاشو میخوای چی کار؟ هر چقدر بزرگ باشه به ابروهات تو که نمیرسه ایزو کام کردی.